سلام دوستان عزیز. دستگاه تصفیه نصب کردیم اینلاین. دستگاه سیسیکا، موتور هک تایوان، این موتورش چینیه، آداپتورش تایوانیه. از پشت بگیریم، آداپتور تایوانی، موتور هک چین، موتور چینی هک تایوان. فیلتر 1 2 3 اینلاینی مزیتش اینه. از اون دستگاه که فیلتراش عوض میکنیم مزیتش اینه که این فیلترها سر هر موقع کامل عوض میشه، نه بوی داخلشون میمونه نه چیز دیگه ای. بعد آب ورودیش از اینجا گرفتیم که شلنگ کمتر بخوره. منبعش هم پایین گذاشتیم، منبع چینیه، تانک بست. بعد نصب میکنید ورودی دستگاه یکم شفافتری از فیلترهای بالا که وقتی که زرد بشه یا خراب بشه معلوم بشه، زودتر عوض بشه. فیلتر اول، فیلتر دوم، فیلتر سوم. بعد اون بالا فیلتر مینرال و پست کربن. جای منبع اینجا نصب میشه، شیر آب تصفیه اینجا نصب میشه. فاضلابش از پایین آوردیم، فلو 300. با ورود برگش هم باید حتما از محافظ برق استفاده کنید. ساختمان کلا محافظ کلی داره، هم پریز و لامپ همه محافظ داره. شیرش هم شیر اهرمی، تمام استیل. از پایین نصب کردیم، اینم شلنگ پسا بشه، فاضلا بشه نصب شده. کربنگیری یکی از نصب های استانداردی که باید دستگاه هم هواگیری و هم کربنگیری بشه. من کربنگیری کردم، آبو باز کردم. فیلتر دوم باید کربنگیری بشه 100%، اگر نشه فیلتر سوم الیافیه 5 میکرونه. بعد میره بالا دا فیلتر ممبران 100 گذاشتیم، 100 گالون، یعنی هر روزی شبانه روزی 200 لیتر آب تصفیه میکنه دستگاه. نصب دستگاه خیلی آسان و راحته، فقط اصولیش یاد بگیرید. من تو کانال خودم گذاشتم، الان یه توضیح جزئی هم برای شما دادم. دیگه چه مونده براش؟ فاضلاب یک کمربند گذاشتیم رو سیفون که تمیزتر و جالبتر در بیاد. خود مشتری گفته که دستگاه رو بالا نصب کنیم، پایین آب میریزه و دستگاه کثیف میشه. یک کیسه هم هست روش میذاریم، تو آشپزخانه چربی اینا نگیره. کیسه بعد روش میکشیم انشالله دیگه چربی اینا نگیره. نصب منظم اصولی دستگاه سیسیکا دیگه این اصل نیست. دستگاه سیسیکا اصل قیمتش 12 خوزی در میاد دیگه. آبش بهترین آبه، اسموز معکوس، با فشار آب تصفیه میشه، یعنی پمپ داره، آب با فشار داخل فیلتر ممبران میندازه، از اونجا جدا سازی میشه و آبها که املاح کمتری دارن میرن به فیلتر پس کربن. اگر بوی چیزی داشته باشه فیلتر پس کربن میگیره. این مینرال املاح معدنی که بدن لازم داره اونو میگیره. بعد همین دیگه، خیلی آسان و راحت. فقط اهل کار باشی، فقط اهل یاد گرفتن باشی. روزی حالا ما این نصب رو خودمون اومدیم، هزینه رفت آمد نصبش، این چنین نصب 500 تومن نصب دستمزد ما میگیریم. اگر مشتاق کار هستی پیج ما رو دنبال کنید، کانال ما رو دنبال کنید. خیلی راحت آسان به درآمد میرسید. از 0 تا 100 دستگاه تصفیه رایگان من میذارم، هم تعمیرشو هم نصبشو، همه چیزشو یاد میگیری. فروش و بازاریابی اون دیگه خود دست خودتون یاد میگیرید. زنده باشی و سلامت. لایک فراموش نشه، اون زنگوله رو بزنید.